دختر اگر نمازش را راستا خواند گناهگار می شود یا نه؟ نه، گناهگار نمی شود، بلکه بر هر مرد و زن مسلمان فرض است که نماز راستا بخواند. یکی از رکنهای اساسی نماز قیام است. قیام یعنی نماز راستا خواندن. رکن یعنی فرضهای اساسی درونی نماز. خب اگر همه فرض اگر بدون یگان عذر ترک کرده شود، فرض ادا نمی شود و نماز انسان صحیح نمی شود. یعنی اگر نشسته بخونه بدون یگان عذر، پاهاش در نمیکنه، پاهای سالم داره، نشسته بخونه اگر فرضش ادا نمی شود. منشأ این عقیده، یعنی مردمی پیش این خیل عقیده داشتن که زن باید نشسته نماز بخونه. این عقیده را منشأش از کجا پیدا می شود؟ در زمانهای پیش زنها مثلا به مثل زنهای امروزه 5-6 لباسی نداشتند، یک لباس داشتن خلاص. اگر همون هم حیض میدید به نماز میشید دیگه لباسی نمازی نداشتن که نمازشون مثلا با لباسی پاک بخوانن. بس در کتاب های فقه هم آمدگی هسته که وقتی اگر لباس به نماز باشه، اگر پال به نماز باشه، لباس هم میبراره و برهنه نشسته نماز هم میخونه. این در کتاب های فتوا هست. خب من فکر میکنم در همون دور زمان همین خیلی فتواها را غلط فهمیده گیان مردمی ما. پس فکر کردیان هم خیلی اگه علما فتوا داده باشن همین خیلی این مردمی عوام که دیگه رنگ همون رمای گوسپند چخیلی همین وایش کردن دیگه رفتن میگیره، غلط هم رفتن میگیره. پس فکر کردیان که یک بار خوندن، 2 بار خوندن دیگه آدمای دیدگی هم فکر کردیان که همین زن اصلا باید نشسته باید نماز بخونه. همین خیلی رفت عادت چی دیگه که زن نشسته میخونه. تو همین زمانهای پیش از جنگ‌های شهروندی که دین هم آزاد نبود، مثلا ترقیات دینی نبود، صف علما هم خیلی اندک بود، با همین خاطر مردم غلط فهمی کرده همین خیلی نماز میخوندن. خب حتی لباسی نمازی هم می داشتن، دیگه عادت شده بود همین لباسی تازه را می بروارد، مثلا به ایزار نشسته نمازش هم می خون. خب این غلط فهمی مردم، این بگیم یک جهالت بسوادی مردم بود. ولی از اون زمانی که صف علما زیاد شد، دین آزاد شد، خیلی ترقیات دینی کشید، الحمدلله که حاضی مثلا خیلی فهمیدگیان مردم آگاه شدگی هستن که زن باید که نماز راستا بخونه. حاضی فکر میکنم هیچ کایتری فکر نداره که زن باید نشسته نماز بخونه. این عقیده و این فکر الحمدلله که از بین مردم رفت. ولی این گپزنی شما خیلی سوال میتی، ولی فهمیده میشه که حالی هم این عقیده وجود داشته بوده است. زن باید نماز راستا بخونه.